ضربان قلب مایه حیات ماست. هر انسان در طول عمرش اگه فکر کنیم 70-80 سال زندگی میکنه، بیش از 3 میلیارد ضربان قلب داره که اینا بی سر صدا کار خودشون انجام میدن. هر ضربان یه داستانی برای گفتن داره، داستانی از عشق، امید، اضطراب و نگرانی. چی میشه که این داستان به هم بخوره؟ سلام، من دکتر علیرضا حیدری بکابلی هستم، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. به طور نرمال کسی ضربان قلب خودش رو حس نمیکنه، ولی اگه ضربان قلبش رو هر فردی حس کرد، ما به این احساس میگیم تپش قلب. این میتونه ناشی از یک اختلال در ریتم قلب باشه که به صورت ضربان کند، تند یا نامنظم باشه. خوشبختانه با پیشرفت شگرفی که در علوم پزشکی اتفاق افتاده، بسیاری از این اختلالات ریتم قابل معالجه قطعی هستند. به متخصصی که درمان از بی‌نظمی‌های قلبی یا آریتمی قلبی را انجام میده ما میگیم الکتروفیزیولوژیست. این الکتروفیزیولوژیست برای ارائه خدماتش بعد از اینکه تخصص قلبش رو گرفت باید دوره تکمیلی بگذرونه که این دوره تکمیلی رو بهش میگیم فلوشیپ الکتروفیزیولوژی. بعد از اون این فرد قادره که درمان بی‌نظمی قلبی رو هم به روش‌های دارویی و غیر دارویی مثل ابلیشن یا کاشت وسایل داخل قلبی مثل پیس میکر و ICD انجام بده. ما مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم و با توجه به خلایی که در این تخصص در مشهد و حتی در کشور بود و علاقه‌ای که من در دوره تخصصی داشتم، بعد از فارغ التحصیل شدنم به عنوان متخصص قلب در سال 1377 و طی کسب تجربه در تخصص قلب و عروق تونستم بین سال 1382 تا 84 یه دوره تکمیلی رو در بیمارستان قلب شهین رجایی تهران بگذرونم و بعد از اون به عنوان یک متخصص آریتمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به کار شدم و خوشبختانه به عنوان یک قطب درمانی در شرق کشور از اون موقع این خدمات داره ارائه میشه. البته همکاران عزیز و متخصص برجسته دیگه بعد از اون به تیم ما اضافه شدن که باعث شده مشهد به عنوان یک از قطب‌های درمانی در بحث درمان آریتمی قلبی مطرح بشه. خب در انتها میخوام بهتون بگم که تو این دنیای پرچالش و پر استرس امروزی که شیوع بیماری‌های قلبی هم زیادتر شده و سنش اومده پایین‌تر، مراقب سلامت قلبتون باشید، مراقب ضربان قلبتون باشید، با رعایت یه سبک زندگی سالم و مراجعه به موقع به پزشک از سلامت قلبتون محافظت کنید.